چه عملی کار در تا که در کن باید پورایی کنی. در insert picture خواندیم، picture online خواندیم و shapes خواندیم و در shapes فرمت منیو بود براتون گفتم که چک کنین. چک کردین؟ اینی چیزایش که هستن اینی کتی مارکس که خواندیم اونو چیز برای ازی هم کار میکنن. مثلا send backward, bring forward, group ungroup, alignment این کلش مثل کتی عکس که میشد کتی ازی هم میشه. یکی اینجا دو سه چیزایش اضافه هستن که در اول شیپ است. اگر میخوای که شیپ چینج کنی مثلا میگم اینی شیپ هم جور شو، اینی شیپ هم جور شو، اینی جور که از جور کردم. فهمیدین؟ از اینجا اگه اینی را کلیک کنی edit shape change shape مثلا میگم اینی شکل هر شکلی که انتخاب کرده باشی مثلا این شکل انتخاب کردیم اینجا میایم که change shape با اینی شکل اون یک شکل با دیگه شکل هر شکلی که سلکت کرده باشی براتون چینج میکنه. و اگر edit points کلیک کنین edit points که کلیک کنین باز نقطه پیدا میشه. میبینین یک نقطه اینجا پیدا شد یک نقطه اینجا. حالا میتونی که از این نقطه شکل تغییر بدی. مثلا ما این پایین کش میکنم الان میشه کمی طرف کش میکنم پایین طرف شکل از این پوینت ها تغییر داده میتونی که اینجا edit points کلیک کنی. بعد از تکست هست draw text box. اگر میخوایی که در بین شکل خط نوشته کنی یک طریقه هست که سر شکل رایت کلیک کنی اینجا add text کلیک کنی کرسر میتونی خط نوشته کنی نوشته میکنی. و دیگه طریقه هست که کلیک کنی اینجا اینی را کلیک کنی باز در بین از او تکست باکس رسم کنی یک باکس باز دو خط نوشته کنی. فهمیدی؟ یکی او رقم است یکی رقم است. این رقم که هستن شکل که هر جای انتقال میدی اون خطش کاتش انتقال میشن. این رقم که هست باز شکل چی که است تکست باز جای به جای میمونه باز مجبور هر دویش گروپ کنی کنترل یا شیفت بگیری کلیک کنی باز هر دویش گروپ کنی باز از برده میشه. فهمیدی؟ این درا تکست باکس شدن. بعد از دیزاین هستن یه مثل که عکس خوانده بودیم با شکل هم دیزاین داده میتونین. مثلا اینی شکل با اینی دیزاین چینج میکنیم با این دیزاین کل دیزاین هستن. اینی دیزاین ها رو باز ترانسپرنت میگن. این را باز وقت استفاده کنین وقتی که یک شکل بالای دیگه شکل باشه. مثلا اینی را که کمی کلان کنیم از اینجا رنگ داده میتونین. مثلا اینی رنگ میتونیم پیش روی از این میمونیم اینی را پیش رویش میاریم bring forward. این حال ما از اینی دیزاین های ترانسپرنت اپلای میکنیم. اینیش میبینی؟ شکل پایینی هم داخلش معلوم میشه. این ترانسپرنت دیزاینز میگه. این کلش ترانسپرنت باز فول ترانسپرنت است باز سمی ترانسپرنت است دیزاین هستن. و شیپ فیل کلرش چینج میکنی هر رنگی که انتخاب میکنی اون رنگ میگیره. رنگ پاس میکردی باز نو فیل باز مور فیل کلرز اگه کلیک میکنی رو روزم خواندیم نه از اینجا میتونی رنگ انتخاب کنی. مثلا این رنگ زرد انتخاب میکنیم باز از اینجا میتونی که لایت باشه یا دارک باشه. دارک مانا که سیاه واره شود. میبینی اینجا برات نشان میده که نیو رنگ اینی رقم میشه. فعلا کی است کدام رنگ است اینی کرنت میگه فعلا کی رنگ شکل است اینی رنگ است و نیو از اینجا که رنگ انتخاب میکنی در کجا برات می در نیو. مثلا ما این رنگ سرخ کلیک میکنم سه در نیو سرخ آمد. حالا سرخ میتونی لایت کنی که کمی سفید واره شود دارک کنی دارک واره شود. باز وقتی که اوکی کردی این شکل اون رنگ میگیره. و در اینجا باز پیکچر هم هستن. اگر میخوای که داخل شکل عکس بیای باز پیکچر کلیک کو. حالا میگه اینترنت نیست میگم ورک آفلاین بدون از اینترنت. یعنی کدام عکس بیه مثلا میگم که این عکس بیه tak داخل شکل مو عکس میه. فهمیدین؟ و بعد از اینجا گریدینتس است. گریدینتس وقتی که چند رنگ یک جای شوی گریدینتس میگن که مختلف رنگ ها هستن هر رنگش کلیک میکنیم اون رنگ میه. و بعد از اینجا تکسچر است. تکسچر هم دیزاین های جور شدگی هستن میتونی از یا استفاده کنی هر دیزاینی که کلیک کنی داخل این شکل. بعد از او اوتلاین بود. اوتلاین چی میگفت؟ باردر اوتلاین میگه. اینجا به خاطر باردرش اگه میخوای که مثلا سایزش زیاد کنی را عکس هم خوانده بودیم نه میتونی سایزش زیاد کنی از ویت سایزش زیاد کنی میتونی که دیزاینش چنج کنی دیزاینش چنج کنی میتونی نو اوتلاین میشه پس کنی. و شیپ افکتس هم در عکس خوانده بودیم و مخصوص هستن که اگر میخوای به شکل یک دیزاین بدی سک چهار طرفش دیزاین اومد. این کویک استایل است. اگر میخوای که خط استایل خطشان چنج کنی مثلا این خط است که کمی کلان کنیم که واضح معلوم شود رنگش هم چنج کنیم. حالا این در فرمت میم
در فرمت چی میگم که کویک استایل. چک استایلش چیش چنج میشه؟ از خطش میتونی استایل خطش چنج کنی، یا اینجا میتونی کلرش چنج کنی، کلرش اگه چنج میکردی از اینجا هم کلرش چنج کنی، میتونی از بالا رو چیزا. تکست دایرکشن، اگه دایرکشن تکست چنج میکردی که این قسم نوشته نباشه، چه قسم نوشته باشه؟ 90 درجه روتیت باشه، این قسم نوشته باشه. این کل دایرکشن هایش است که در هر دایرکشن خطش نوشته میکردی. فهمیدین؟ الاین تکست که خط در کجا بیاید؟ اول خط در کجاست؟ در مرکز شکل هستن. میتونی که از اینجا چنج کنی که کجا بیاید؟ در سر بیاید، میدل در مابین بیاید، باتم نه پایین بیاید. این باز تکست الاین میگه. کرییت لینک، اگه میخوای که دو شکل لینک بسازی، چی رقم لینک بسازی؟ که وقتی که اینجا خط نوشته میکنی که دیگه جای نباشه، خط بره در دیگه شکل. مثلا اینی شکل است، ما میخوایم که اینی رکتش لینک کنیم. باز پیش از اینکه لینک کنی، این باید رایت کلیک اد تکست کلیک کنی تا که در این خط نوشته شود. اگه اد تکست نکنی باز لینک کار نمیده، چک بیشتر کار نمیده. میبینی؟ تا که تکست کلیک کنی. این وقت این تکست کردی بعد از اون میشه. آل ایرم کلیک کو، شیفت بگی ایرم کلیک کو، یا ایرا کلیک کو، کرییت لینک کلیک کو، ایرا کلیک کو. باش که ایرا کلیک کنیم، کرییت لینک، این ایرا کلیک کنیم. این میگه یک شکل جدا جور کنیم. دینامی یک شکل دیگه جور کنیم. نه دایم اتکس باید کلیک کنی. حالا میگم کرییت لینک، که از این لینکشان جور شوه. امپتی لینک خالص باز دایم خط نوشته کنیم. در این شکل هم اتکس کنیم، خط نوشته میشه. حالی را کلیک میکنیم، میگه میره که از این لینک بساز. کرییت لینک هیچ رو لینک نمیشه. مشکل پیدا کرد. یک دو شکل جور کنیم. یکی اینی شکل است و یکی هم اینی شکل است. میخوایم که دو تا را لینک بسازیم. دایم رایت کلیک اد تکست کو، دایی هم تکست کو. بعد از اون میتونی که یکش انتخاب کنی یا در دویش انتخاب کنی و اینجا کرییت لینک کلیک کنیم. ایرم کلیک کنیم، ایرم میگم کرییت لینک اتیازی. حالا دو تا لینک شد. وقتی که دایی خط نوشته میکنی که جای نباشه، باز خط کجا میره؟ چک این لینک میگه که دو تا لینک شد. وقتی که دایی یک خط نوشته میکنی که جای نشد، در دیگهش میره. دیگه آپشنایش خوب کلش در چی که خوانده بودیم، دکس خوانده بودیم، اون چیزا هستن. فهمیدین؟ این شیپس شد. بعد از اون سمارت آرت و چارت ایره بر امروز بان صبح میخوانیم. اسکرین شات. اسکرین شات چی را میگه؟ اگه میخوایی که شات اسکرین بگیری، مثلا در این صفحه دسکتاپ میخوایم که از این ایکنا درباره این ایکنا تشریحش نوشته کنیم، عکسشون بگیریم. چی رقم باید بگیری؟ فقط بیا اینجا در insert image screen shot کلیک کو و screen clipping کلیک کو. این که کلیک دیسه کال اسکرین مینیمایز میشه و این قسم خیره میشه. بعد از هر جایی که تو انتخاب کردی او را راست در ورد میبره. مثلا این جای را من انتخاب میکنم. چک کجا آورد را؟ در ورد. میبینید؟ اینجا آوردن. یا در این فایل دیگه براتون ببین نشان بدم که اینجا میایم در insert screen shot کلیک میکنیم، screen clipping. چک کلی چیزا رو مینیمایز میکنم. از کجا رو میگیریم؟ مثلا از این منیو رو میگیریم. چک منیو رو اینجا آورد. این اسکرین کلیپینگ میگه. اگه میخوای که اسکرین چه بگیری. یک راه دیگه هم یکی از در ورد در 2016 اضافه کرده، سابق نبودن. سابق چی رقم استفاده میکردین؟ در کیبورد یک بتن است به نام پرینت اسکرین. کیبورد نشان میکنم. ببینید اینجا یک بتن است به نام پرینت اسکرین، PRT باز SEN پرینت اسکرین. این چی کار میکنه؟ ایمی بتن که بزنی اسکرین کپی میکنه. مثلا از هر پروگرامی که باشه، خیر ما از دسکتاپ میگیریم، کل چیزا رو مینیمایز کردیم، فقط اینی بتن پرس کو. در کیبورد در لپتاپ کی است باز فانکشن کی است، نورم باید کدش بگیری. دو کیبوردای کلان باز ضرورت نیست. اینی بتن میزنی خلاص. وقتی که بتن زدی باز میای پیست میکنی، کنترل وی سکو اسکرین مکمل اینجا میاره. باز اگه کدام جایش که تو میخوای تنها اون جایش بانه، باز از چی استفاده میکنی؟ کراپ کایچیش میکنی. مثلا من میگم تنها این چند تا ایکن بیا
اینی چند تا ایکن اینا کراپش میکنی باز انتر میزنی اون جایی میمونه دیگه گل میشه. فهمیدین؟ فقط پرینت اسکرین بتن میزنین باز در هر پروگرامی که پیست کردین در عمومی در هر پروگرام در پینت هم میتونین در جای میتونین ایره پرینت اسکرین میگه. فهمیدین ایره؟ ای استور ادانس ویکیپیدیا ایره چی وقت استفاده میکنین؟ وقتی که اینترنت داشته باشین. اینترنت نداشته باشین این کار نمیکنه. مثلا استور در موبایل اپ استوری چیزا رو دیدین نه که مختلف پروگرام ها رو میگیرین. اینجا به خاطر ورد اگه میخوای کدام چیزا بگیری باز از استور استفاده میکنی. ادانس هم همین قسم است. ویکیپیدیا یک وبسایت معلوماتی هستن اگه میخوای از اون معلومات بگیری و در صورتی که اینترنت باشه که نباشه باز نمیاد. کال اینترنت نیست از خاطر نمیاد. فهمیدین ایرا؟ ویدیو آنلاین اگه میخوای که ویدیو را اینجا بیاری و هم از کجا؟ آنلاین پیشتر براتون گفتم که اینترنت و هم اگه اینترنت باشه. فهمیدین تا اینجا؟ بس